میخوری زمین. صداشو گوش کن. برای درست کردن این چیزکیک خوشمزه با این بافت خوشگلش اول باید رشته شعریهای عربیمون رو قشنگ خوردشون کنیم و این وسط از دستای پرتوان بچه‌مون کمک بگیریم. حالا نوبت اینه که اونا رو داخل مایتابه بریزیم، بهشون کره اضافه کنیم و روی حرارت تفتشون بدیم و یه کوچولو شیر عسلی هم بهشون اضافه کنیم. کف قالب کمربندی کاغذ روغنی پهن میکنیم و رشته رو بهش اضافه میکنیم و فیکسشون میکنیم. کراست چیزکیک ما حاضر. 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین رو همراه با مقداری آب حلش میکنیم و روی بخار کتری بنماری میکنیم برای مایه چیزکیکمون. پنیر خامه‌ای رو همراه با خام صبحانه، شکر، وانیل و زعفرون مخلوط میکنیم و سپس بهشون ژلاتین بنماری شده رو اضافه میکنیم. اونا رو داخل قالب میریزیم، سطحش رو صاف میکنیم و روش یه خورده رشته شعریه میریزیم. حالا بره داخل یخچال که یه ساعتی استراحت کنه. محمدی و گردوی پودر شده تزیینش کردم. شما هر چی دوست دارید میتونید تزیینش کنید. نوش جونتون باشه.